همون گایشنیکای به ناموس یا دیگرش بزی میکنن خبرکشی میکنن یا قپی و یا قپی ناموس نداری شما گایشنیکو صدقه نامی تاجیک شوی شما رنگی سگای گشنه درون با درونی شهر میگردی جا یک بیچاره حاله قپی و شتراف کنی و فریب کنی و پل کنی خری اشکاماتون دم کرگی فکری مردم نمیکنی فکری خلق نمیکنی کمتر ناموس در کورای ای خدا ترسیدن در کورای تو این درجه نی یا آدمی که معلومات عالی داره 18 سال در تلویزیون کار کرده صاحبی فرزند صاحبی خانه و در روزش بزور میگذاره بیچاره یا این ژورنالیست نیست 1000 کسای که خیلی بچه‌ها غم میتنن چیکار میکنن نسبتی برادر تمام دنیا گاو زده ناموس کنه کمتر ای خدا ترسی مردک شوی چشماتو نکشوی خلق بینه شما خلق نمیبینی دیدن نمیخوای شما خلق تو این درجه نی اگر که در تاجیکستان کار باشه معاش خوب باشه ما روسیه نمیاییم یا که او برادر خسته گپ نمیزنه ای مردم آزاد گپ زنین حق دارین آزاد گپ زدن در کجا گفتگیه که حقوق خود طلب کردن در طرف بران محکم کنن در یگان جای خیلی گپ نیسته آزادانه گپ زنین اون برادر چیزی که گفت ایزور اومد چه گفت امروز وای گفتن امروز وای بردن محکم کردن پگاه کس دیگر را محکم میکنن من او را برادرم حساب میکنم عبدالستار پیر محمد زاده را اون برادری من هست دفاع کرد از داخل دولت دفاع کرد ما از بیرون دولت ایستاده اگر این کار رو نکنیم ما شرمنده هستیم برادرها نواری کمترین عبدالستار پیر محمد زاده من تو را دستگیری دارم السلام علیکم با کل مردم تاجیک ما یک گروه زنهای تاجیک از شهر سنت پتربورگ گفتنی هستیم که ما طرفداری گپ‌های برادرمان تاکسیست هستیم و سخنهای آن کس هم فکر هستیم چون که برادری ما یگام گپی قبیح نزدن یگام کس رو دشنام ندادن آن کس درد دل خود و درد دل مردم رو گپ زدن چون که کاسه صبر مردم پر شده و لبریز شدگی برای همین ما از حکومت تاجیکستان طلب میکنیم و گفتنی هستیم به حکومت تاجیکستان که برادر ما را برده زندانی کرده عذاب داده نکشند کم ترک از خدا ترسید حکومتداران تاجیکستان کارگران حکومت شما کمتر از الله ترسید اگر شما کمتر خون انسانگری در بدن داشته باشید ملت تاجیک رو اینقدر خور و زار نمی کنید چی در غریبی و چی در وطن ترسید از الله این دنیا یک عمره نیست این دنیا ابدی نیست اگر هممون جامون او تگی خاک هست شمایم میموره مایم میموره برای همین کم ترک فکری ملت کنید این چی روز است این چی بیدادی است کجا رویم چی کار کنیم از وطن بی وطن شدیم در غریبی ها تا کی عذاب کشیم مایلش ما رو در غریبی ها عذاب میدهند اقلا در وطن خود عذاب ندهید ماند مردم زندگی کنن آسوده اگر همون برادری تاکسیستی ما رو برده محکم کنید یا که نیست و نابود کنید ما مجبور میشویم که آمده به وطن دفاع از وطن و از ملت کنیم بس از دیگر طاقت نماند خودمون اگر نخیزیم نکنیم اینها با نرخ رو میبردارند و خواهش میکنیم که برادر همون یاد دستگیری کنیم وطن خودمون هم مثل دیگر خیلی وطن ها نرخهاش رو ارزان کنند باید برادر رو
باقی سربلند و امان باشید. دستگیری ایتان برای برادران احتمال همتون خیلی پدش کنیم برادرای خودمونه. همون برادری که سخنهای حق گفت زد با رئیس جمهور، من هم با او هم شریک هستم و میخواهم به همین رئیس جمهور یک چیزی بگم. رئیس جمهور، این حال ما تاجیکو این هم خیلی رولتن قدی زنده این هم رولتن هم با شما دستی ما کنده خورده استیم. ریسک روزی فرزندکای دیگه کسا شما میکنین میخیرین. مقامدارای تاجیکستانی همه شما در دخل داره. والله بالله شما یک روز نه یک روز جواب خواهید بود در پیش مردم تاجیک. من میخواهم که جمهوری تاجیکستان همه تنجی آرامی آسودگی شود. نمیخواهم اوج خلق بیدار شده ایستاده است. من خواهش میکنم که به آن کار دست نرسانم.